به مناسبت جدیدترین جایزه سینمای ایران، جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه 2025 برای انیمیشن ایرانی در سایه سرو یا In the Shadow of the Cypress، یه انیمیشن کوتاه 20 دقیقه‌ای به کارگردانی شیرین سوهانی و حسین ملایمی. امروز اینجاییم تا با هم این انیمیشن فوق‌العاده کوتاه رو موشکافی کنیم. در سایه سرو 2 شخصیت اصلی داره، پیرمرد یا پدر و دختر، و چند تا شخصیت فرعی مثل نهنگ، کشتی، مادر، حتی جنگنده. موضوع انیمیشن در سایه سرو یه انیمیشن ضد جنگ که نگاه عمومی و کلی نسبت به این موضوع داره، یعنی اثرات جنگ رو مطرح میکنه، اثرات مخرب جنگ که گریبانگیر چند نسل، بیش از یک نسل خواهد شد. همونطور که در انیمیشن در سایه سرو اثرات مخرب جنگ گریبان پدر، دختر و احتمالاً نسل‌های بعدی رو هم خواهد گرفت. زمانی که این انیمیشن درش روایت میشه بعد از جنگ است و مکانش هم جایی مثل خلیج فارس، جنوب کشور. این انیمیشن که انیمیشن بی کلامه، خاصیتی که بر بی مکان و زمان بودن اثر تاکید میکنه. همین بی کلام بودن اثر باعث میشه که من به خودم اجازه بدم که نهنگ، کشتی و همه رو یک کاراکتر فرض کنم. نگاه انیمیشن نسبت به جنگ یک نگاه منفی است و سعی کرده که عمومی تر باشه، یعنی شامل حال صرفاً یک زمان یا مکان خاص نباشه. سرو خود پدر است. در سکانسی که سایه پدر میفته رو سر دختره، این موضوع به خوبی مشخص میشه. سروی که در ادبیات ما نماد آزادی و آزادگی است، نماد بلندی است، ایستادگی است، شهداست، نماد خوشخد و بالایی است و الی آخر. پدر جانباز اعصاب و روان، مشکل عصبی داره بابت آسیب‌های جنگ یا اختلال استرس پس از سانحه فکر کنم بهش میگن، و دختر میخواد پدر رو ترک کنه، اما چه چیزی مانعش میشه؟ نهنگ به گل نشسته. وجه تسمیح نهنگ و پدر چیه؟ فیلم تصویر سازی میکنه برای ما. اونجا که نهنگ از گرما بخار کرده و داره از بین میره و تلف میشه و پدر هم چنین تصویری داره. جفتشون داغ میکنن و جفتشون به گل نشستن و دارن ذره ذره از بین میرن و این وجه تسمیح و شباهتی هست که بین این 2 کاراکتر وجود داره. دختر میخواد به نهنگ کمک کنه اما ناموفقه، همونطور که میخواد به پدر کمک کنه ولی در هر 2 ناموفقه. پرنده ها یادآور و نماد جنگنده ها و بمباران و جنگ برای پدر هستن و کشتی شکسته وسط آب و داغون که خودش به نوعی نماینده پدر هست، چون که مثل پدر، مثل مغز پدر که در یک سکانسی مغز انسان رو نشون میده و 2 نصفش میکنه، کشتی هم مثل پدر به خصوص ذهن آسیب دیده پدر داغون و شکسته است و اینها وضعیتشون، یعنی کشتی و پدر وضعیتشون مشترک با نهنگ و فیلم از این طریق به دنبال بیان محتوای خودشه. میگه که کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. غرق کردن عمدی کشتی و نجات نهنگ میتونه عبور از گذشته و نشان از خودگذشتگی باشه. نهنگ در انتها نجات پیدا میکنه و پدر هم احتمالاً. کشتی که غرق و محو و فراموش شد جایگاه مادر دختر هم بود که در اون شب حمله جنگنده ها از بین رفت یا شهید شد. در آینده راجع به ارتباط آثار هنری با تجربه زیسته هنرمند خواهیم گفت.
اما فعلا در همین حد بگیم که هنر زیست هنرمند است. به عنوان مثال پدر خانم سوهانی کارگردان این اثر هم یک جانباز بوده و طبعا تجربیات این دو عزیز مستقیما یا غیر مستقیم در این اثرشون انعکاس یافته. پس هنر زیست هنرمنده. حتما این انیمیشن کوتاه فوق‌العاده دیدنی رو از شیرین سوهانی و حسین ملایمی ببینید. Stop. I'll show you the dark side.